سوره ماعون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا آن را که روز جزا را دروغ می شمارد دیدی؟ فذلک الذی یدع الیتیم، او همان کسی است که یتیم را به اهانت یعنی خواری می راند. ولا یحض علی طعام المسکین، و مردم را به طعام دادن به بینوا ترغیب می کند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، پس وای بر آن نمازگزارانی که در نماز خود سهلنگارند یعنی در غفلتند. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، آنان که ریاکاری می کنند و از دادن زکات سرکشی می کنند. ماعونه را که کنایه از زکات دانستند در آیت 7 آن آمده است. این سوره در مکه نازل شده و 7 آیت دارد.